دوستان سلام، من تو یک دقیقه سریع میخوام آموزش ثبت نام ملبت رو به شما یاد بدم. اجازه بدید که اول از داخل اکانت خودم بیام بیرون، بعد یک دقیقه اجازه بدین. شما وقتی ابتدا میاد داخل برنامه، این صفحه واسهتون میاد که دو تا گزینه داره بالا، گزینه وارد شوید و ثبت نام کنید. دوستان دقت کنید که حتما باید برنامه‌شو بدون فیلتر برید، چون اگه با فیلتر برید قسمت ثبت نام واسهتون بالا نمیاد. من اینجا قسمت ثبت نام میزنم، 4 تا گزینه داره. آسون ترین روش ثبت نام گزینه ثبت نام با یک کلیک هستش. اولی مورد شما اینو میزنید، اولی باید روی ایران باشه، دومی روی ریال باشه، چون اگه به ارز دیگه بزنید یه سری از درگاه‌های شارژ واسهتون کم و زیاد میشه. کد هدیه هم همیشه این کد هدیه رو بزنید. من اینجا واسهتون می‌نویسم 8G در واقع این کد بونوس هستش. اگه بزنید واسه واریز اولتون 2 برابر شارژ میشید. و تیک من بالا 18 سال دارم و میزنم و ثبت نامو که بزنم اینجا یه کپچا بهم میده، باید که اون ثابت کنم که ربات نیستم. اینجا کپچا رو انجام میدم، تموم. همین ثبت نام من انجام شد. از این گزینه ها باید اسکرین شات بگیرم نگه دارم. بعد ارزم به حضورتون اینا خیلی مهم هستن. بعدش که میرم داخل حساب کاربری، قسمت واریزو بک میزنم، میام عقب، از داخل تنظیمات قسمت این پروفایل بالا رو اگه دقت کنید سمت راست میزنم و اینجا ایمیل خودم رو تایید